سلام. خیلی ها وقتی که تصمیم میگیرن طراحی وبسایت رو آغاز کنن و به دنیای بازاریابی تحت وب و بازاریابی اینترنتی قدم بذارن، اولین موضوعی که براشون مطرح میشه این هست که ما برای طراحی وبسایتمون باید از چه تکنولوژی هایی استفاده بکنیم. خب وقتی که میخوان تکنولوژی رو انتخاب بکنن، از افراد متخصص و مشاوران سعی میکنن کمک بگیرن و در اینجا من میخوام چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم که شاید بتونه به شما کمک کنه که بتونین بهتر زبان برنامه نویسی و زبانی که میخواین با اون وبسایتتون رو طراحی کنین رو بهتر انتخاب بفرمایید. برای این موضوع سعی کنین از تکنولوژی های اوپن سورس بیشتر استفاده بکنین. چرا که تکنولوژی های اوپن سورس به این دلیل که جهانگیر هستن و در تمامی جهان داره از اونها استفاده میشه، کاربران زیادی از این نرم افزارها و زبانهای برنامه‌نویسی در حال استفاده هستند. خب وقتی که تعداد زیادی از برنامه‌نویسان و تعداد زیادی کاربر از این زبانهای برنامه‌نویسی داره استفاده میکنه، این موضوع باعث میشه که باگ‌های اونها، ایرادات اونها خیلی سریعتر شناخته بشه و مرفوع بشه. در این حال امکان داره به خصوص در کشور ما این مورد هست که خیلی ها میگن که نباید از نرم افزارهای اوپن سورس و فریمورک های آماده استفاده کرد، چرا که این فریمورک ها چون که کس دیگه اونها رو آماده کرده و عملاً به دست خود ما تهیه و طراحی نشدن، نمیتونن جوابگوی نیازهای ما باشن. بلکه باید گفت که چون که اینها نیازهای ما رو برطرف نمی‌کنن، ما خودمون باید اینها رو طراحی و توسعه بدیم و وقتی خودمون طراحی و توسعه میدیم میدونیم چیکار کنیم چیکار نکنیم و عملا نیازهامون رو برطرف کنیم. خب این تفکر یک تفکر اشتباه هست، چرا که زبان برنامه‌نویسی که هزاران نفر روی اون کار کردن و باگ‌هاش مشخص شده، چطوری یک برنامه‌نویس یا دو برنامه‌نویس یا یک شرکت برنامه‌نویسی میتونه نرم افزاری رو تولید کنه با این ادعا که این نرم افزار ایرادی نداره، در صورتی که شاید 10 تا کاربر هم تا حالا از اونها استفاده نکرده باشن. پس سعی کنید زیاد حرف غیر منطقی و غیر متخصصی کسانی که این حرفا رو میزنن رو گوش ندین. بهترین تکنولوژی ها الان تکنولوژی های اوپن سورس هستن، مثل PHP، مثل وردپرس، مثل جوملا، مثل دروپال، مثل زند، مثل کیک PHP. برعکس تکنولوژی هایی که در انحصار شرکت ها هستند مثل ASP.NET و C#، اینها به دلیل انحصارشون پیشرفت آنچنانی نداشتند و نخواهند داشت. در این حال سرعت بسیار پایینشون و عدم پشتیبانی مناسب .NET فریمورک از تکنولوژی های جدید باعث میشه که عملا ASP.NET تکنولوژی خوبی برای استفاده تحت وب نباشه. در این حال اگر که میخواین برای نرم افزار تحت وبتون یک نرم افزار کاملا مطمئن و با امنیت بالا انتخاب کنید، اون نرم افزار قطعا وردپرس هست. وردپرس به شما این امکان رو میده که از هزار تمپلیت و پلاگین های آماده ای که در بازار موجود هست استفاده کنید. با استفاده از این نرم افزار عملا نیاز شما به برنامه نویس کمتر میشه و شما میتونید نیازهاتون رو تقریبا خودتون مدیریت کنید و برطرف کنید. در رده دوم در حال حاضر دروپال هست. دروپال هم یک CMS و یک فریمورک خیلی قدرتمند هست، هم برای کاربران و هم برای برنامه نویسان، چرا که از لحاظ برنامه نویسی قدرت خوبی به برنامه نویس ها و دیولوپر ها میده که بتونن تحت دروپال کد نویسی کنن. و موضوع سوم جوملا هست که در قدیم خیلی خیلی مورد توجه بود، ولی در حال حاضر یه مقدار رنگش کم رنگ شده و زیاد دیگه ازش استفاده نمیشه، ولی در این حال تکنولوژی های خوبی، پلاگین های خوبی و تمپلیت های خوبی برای این نرم افزار هم موجود هست. خارج از این دو زبان برنامه نویسی یعنی PHP و ASP.NET ما یک فریمورک جدا و بهتر هم داریم و اون تکنولوژی J2EE هست. تکنولوژی J2EE به شما این امکان رو میده که
بتونید وبسایت هایی طراحی بکنید که حجم کاربران فوق العاده زیادی داره و بتونید پشتیبانی خیلی خوبی از اون بگیرین. در مورد تکنولوژی J2E من 2 تا فریم ورک خیلی خوب رو در این ویدیو بهتون معرفی میکنم که حالا در مورد چگونگی کار کرده این ویدیوها میتونید سوالات خودتون رو بپرسین و ما به شما قطعا پاسخ خواهیم داد. بهترین فریم ورکی که الان داره در بازار J2E مورد استفاده قرار میگیره اسپرینگ MVC و هایبرنیت هست. این تکنولوژی ها به شما امکان رو میدن که بتونید وبسایتتون رو خیلی قوی تر و مولتی پلتفرم طراحی کنین به گونه ای که بتونن از گوشی‌های موبایل، از اینترنت با دستگاه‌های مختلف بتونن با شما در ارتباط باشن و سرعت خیلی خیلی خوبی هم به شما میده. با ما همراه باشین. قطعا در ویدیوهای بعدی ما نکاتی رو در زمینه هر کدوم از فریم ورک ها و زبان‌های برنامه‌نویسی خواهیم گفت. شما میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستین، سوالاتتون رو در وبسایت ما یا از طریق پیامک 5000 19000 به ما ارسال کنید و ما سعی میکنیم در ویدیوهای بعدی این پیامک ها و نظرات شما رو پاسخ بدیم.